به پایان بر تماشابینان و مخلصان بلاک کانال بخش تیوی. امروز ما با جماعت شهرک کیرف به سراغ یکی از آموزگاران و معلمای شناخته جمهوری تاجیکستان، عروچی معارف خلق جمهوری تاجیکستان صاحب نظر و آمدیم. هرچند که حالت سلامتی معلم خوبتر نبودن، لیکن هزار بار شکرانه خداوند که با ما یک صحبت آزاد نمودند و از درباره خودشان و فعالیت خودشان یک معلومات کافی برای ما دادند و این ثبت را ما خواستیم که برای شما دوستان عزیز، مخلصان، آموزگاران محترم، شاگردان عزیز پخش کنیم تا در خاطره ها باقی مانه. تشکر زیاد. آموزگار سیفی فدایی شده کار کرده سال 1983 83 در اینجا داخل شده کار کرده. 89 سال دانشکده شیوچنک را ختم نموده. باز همی در مکتب 12 کارم دوام دادم. سالهای 89 بس همی سرخواست که ویلدار شده. 89 سال مکتب 6 ناحیه وقتی در کار کردم. تا اینجا در این مکتب 40 سال کار کردم. در این مکتب معلم تاریخ و حقوق شده کار کردم. از سال 1997 جانشین دیرکتور شده کار کردم. تربیوی شده و چند سال سید احمد وای کار برآمد. 2019 تا 2020 دیرکتور شده کار کردم در همین مکتب. از سال 2020 ایسبو آموزگار شده کار نموده. در این حال نوخخور هستم. فرزنداتون چند نفر فرزند؟ 4 فرزند دارم. 4 پسر دارم. پسرم همش خوندگی دانشگاه رو تمام کردگی. اولیان بچه پسر کلانیم تاریخ و حقوق ختم نمود. دویم پسرم تربیت جسمانی را تمام کردگی. سیم پسرم ناصر خسرو دفاع حربی و تربیت جسمانی را ختم نمود. در این حال مکتب خدمات کار کرده ایستاده است. شوهرم کراکش می باشد. نبیره ها دارم شکرانه خدا، آنها هم در هم مکتب کار می خونن. در این حال خانده ایستادن. شاگردا دارم 4-5 شاگرد خودم در بر خودم در همین مکتب کار کردم. معلمه محتاج و مرزیه، شمس، ترخچو، بابای اسفندیار. 4-5 شاگردم در بر خودم ایستادن کار کردن. تا این حال کار کرده ایستادن. المپیادای جمهوری ها در طلبم رفتن مدال گرفتگی. تا حالی را میان از من درس های علاوه‌ای میگیرن در خانه. خیلی داخل شده ایستادن. عنوان علوچی معارف؟ من علوچی معارف خلق هستم. چند سال شدم معلومه؟ چند سال؟ 97 سال. دوری قرغزبای بود. پاشاخان قرغزبای بود که هم وقتی داده بود. من رفتم در ولایتی اشتراک کردم. مدیر معارف ولایتی سنگین بودن. در همینجا گفتن که اگر کدام آموزگارانی که همینجا در اشتراک جای یکم میگیرن در همین مکتب هم دیرکتورش هم معاونش با هم معلم ده گفت علوچی معرفی خلق میتیم. بعد همجا من جای یکم را گفتم ولایتی ده معلم دیرکتور مؤسسه قرغزبای بودن و معاونش توی پاشاخان بود. هر سه مانده همین سال علوچی معرفی خلق دادن. سنگین داده بودن. خیلی مهنت‌های شما معلمه چی هایده؟ مهنت‌های شما در حقیقت ارزنده. ما از وقتی فعالیت آموزگاری کردن ما هم به خاطر داریم شما چه خیلی اداره میکردین. بغیر او با در کارهای جمعیتی اشتراک کرده، مثلا در تربیه جوانان نورسان مخصوصا دختران بسیار فراموش نمیشه. در خاطر موندگی در وقت من کار میکردم یک صنفته 20 دخترم میخوان.
20 دخترم میخوندن. طلب دخترها را آورده خوندم. چیکار دخترشون کردن. ما برای چی که همون سیاست شما را برای دختر تربیت دختر ایامون چیز به خاطر دارم که اندلیب تا اشتراک کرده جای گرفته بودیم. بله این المپیاد در وقتی اومدیم در مکتب بعد دخترها گفتن که انا معلم اما معلمه را بگین معلمه ما را بگین که اجازه تا ما آخری بریم. ما گفتم ما معلمه شما خطا نمیگین نه ای ما میترسیم ای معلمه گفته وای معلمه بسیار گستروگیان بسیار برگو ما معلمه ببینیم که ما میترسیم ما گفته نمیتونیم. بعد گفتم که انتلیب تا رفتیم من معلم بابا شاگردم قطعی تا دوشنبه رفتیم اشتراک کرده 4-5 بار جای یکون گرفتم ایچیم اتوبوس خاطر رفتم پیرامای زرنای کو در اونجا اشتراک کردیم جای 3 سال بر من بلیت جای یکم گرفتگیم طلبام قطعی شاگرد را بردیم در اونجا سوال جواب ده درس ها راسته کردن ما جای یکم گرفتیم عجیب سیپای ده دادن تاریخ ای حقوق درس گذاشتم سوال جواب کردن 60 اسباب عیونی دستی برده بودم جای یکم در اونجا گرفتم اومدم درایتر موسق قرض خیس اجاش اوه تو گو رفتم جای یکم گرفتم جای یکم گرفتم اومدم رفی زلمم گفتگی نیمیست وای کدگی نیستگی آدما هر درباره اجنده و هر گپا میگن اکن ما همین شورویده خوندگیم ما خونده بودیم که همه استوان آدم فسفر دارد وقتی که مهتاب شب می شود نور ما در اجنتپا می زند در اونجا میگه که چیه نور برامدن خیال میگه اجنات جمع شده در وقت افسانه بودن که اجنات همه جایی جدا شیشته علام میکرده میشنن گفتگه بعد آدم ها دیدن که ای درون همی برامدگی ده اجنات بسیار در اینجا شیشته علام کرده استادن گفته اجنه تپا گفتم موندگی خیلی هر خیلی روایتش هسته این یک روایت شکی بعد اینجا بعد اجنه تپا نام میگیرن در اونجا با هیکل بودا را یافته بودن 12 متره در آثارخانه دوشنبه دستن برده بودن که هیکل این را مسکو برده بودن باز آوردن حاضر در عین حال در آثارخانه دوشنبه هستن بسیار دولت و آدم ها می بیان تماشا میکنن همه هیکل بود داره خدمت حربی معلمه گپ زنه فرزنداتون خدمت کرده نه شکرانه خدا همه فرزندان خدمت کرده 2 فرزند میدکم در براول نرفته خدمت کردن در وحدت دیسند وایسکده خدمت کرده که اینجا که 3 پسرم در پرزیدنتی های کو گواردیا پرزیدنت خدمت کرده من رفتم آنها را خبر گرفتم جوابشون دیدم قطع کماندرش هم صحبت شدم میرم ساخت بودم بچم تا خدمتش رفته خدمتاشون رفته میپرسیدیم اینه فرزندم در اونیورسیتت خوندن رفتم میپرسیدم قطع همی ریکترای و کراترشون میدیدم بچم سوزن میخونه پرگل نمیکنه کم بودی نداره کتا میپرسیدم خود جریمم خدمت کرده من خودم هم باید بلیت دارم هر شرایط اونیورسیت میدونن که خدمم دارم هم باید بلیت دارم فرزنده من نشون داده گفتم که بچه من زن هستم من باید بلیت دارم شما برای خدمت کنین بچه رفتن خدمت که کردن قدر مادر وطن در میرسین گفتم رفتن خدمت کردن معلمان سلامت باشین در پناه خدا باشین خداوند شفای کاملتون بده رحمت کلان صحبتی بسیار صمیمی بسیار صحبتی عجایب گرم صمیمی تشکر زیاد میگیم